به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. سوره تکویر یعنی پیچیدن در مکه نازل شد. از 29 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس کورت. چون خورشید به فروغ یعنی خیره شود. و اذا النجوم کدرت. و چون ستارگان فرو ریزند. و اذا الجبال سیرت. و چون کوه‌ها از جای خود به جا بشوند. و اذا العشار عطلت. و چون شتران حامله به حال خود گذاشته شوند. و اذا الوحوش حشرت. و چون جانوران وحشی جمع آورده شوند. و اذا البحار سجرت. و چون دریاها آتش گیرند. و اذا النفوس زوجت. و چون روحها با تنها یک جایه گردند. و اذا الموءودة سئلت. و چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که بأی ذنب قتلت. به چی گناه کشته شده است. و اذا الصحف نشرت. و چون صحیفه ها باز شوند. و اذا السماء کشطت. و چون آسمان از جای خود کنده شود. و اذا الجحیم سعرت. و چون جهنم افروخته گردد. و اذا الجنة ازلفت. و چون بهشت را پیش آورند. علمت نفس ما احضرت. هر کس بداند که چی حاضر آورده است. فلا اقسم بالخنس. سوگند به ستارگانی بازگردنده. الجوار الکنس. سیر کننده غایب شونده. واللیل اذا عسعس. و سوگند به شب چون تاریک شود. والصبح اذا تنفس. و سوگند به صبح چون بدمد. انه لقول رسول کریم. که این سخن رسول بزرگوار یعنی جبرائیل علیه السلام است. ذی قوة عند ذی العرش مکین. نیرومند در نزد الله عرش صاحب آبرو. مطاع ثم امین. آنجا در نزد الله فرمان روایی باوریناک است. و ما صاحبكم بمجنون. و هم صحبت شما دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین. البته او را یعنی جبرائیل را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین. و آنچه را از غیب به او گویند دریغ نمی دارد. و ما هو بقول شیطان رجیم. و آن سخن
سخن شیطان رجیم نیست. فأين تذهبون پس به کجا می روید؟ إن هو إلا ذكر للعالمين این کتاب پند است برای جهانیان. لمن شاء منكم أن يستقيم برای هر کس از شما که بخواهد برای راست افتد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين و شما نمی خواهید غیر آنچه را که پروردگار جهانیان خواسته باشد. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یک شما را در علیحدگی خوش آمدید میگویم به شبکه ما. و ما امروز نیز آماده هستیم موافق وعده برنامه دانش و سنجش را پیشکش شما نماییم. و سر آغاز از همه شما احترامانا خواهش میکردم که پهن کنید دیگران نیز توانند وارد برنامه ما شوند و توانند قوه خودشان را سنجند و دانش خودشان را سنجند. و دیروز در وقتی که ما برنامه را آغاز کرده بودیم با سخنهای الله، یعنی با معنی سخنهای الله در مورد امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرده بودیم. و اگر در خاطر داشته باشید 2 سوره از سوره آل عمران گفته بودیم. و امروز نیز من خواستم باز یک آیت دیگر را در این موضوع خوانم و بعد از آن ما و شما آغاز کنیم برنامه را. در سوره اعراف آیت 192 معنایش را میخوانم از تفسیر رویش میسر. نمیتوانند عابدان خود را یاوری کنند و نه به یاری خود برخیزند، پس چگونه آنها را با همراه الله معبود گرفته می شود. و در سوره اعراف آیت 199 چنین آمده است. معنایش چنین است: لازم گیر عفو را و امر کن به کاری پسندیده و اعراض کن از نادانان. همچنین در سوره توبه نیست در آیت 71 چنین آمده است: مردان مومن و زنان مومنه بعض ایشان کارساز بعضی اند، دستور می دهند به کاری پسندیده و من می کنند از کاری ناپسندیده. و بیهوده نیست ما با انهمین گفته ها آغاز کردیم، زیرا هر یکی ما و شما باید دعوت به نیکو و بد را هر چقدر که میتوانیم آنقدر منع کنیم. زیرا در یک حدیث از کتاب باغ نکوکاران آمده است، از ابو سعید خدری الله از وی راضی باشد روایت شده که گفت از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود هرگاه کسی از شما کاری بدی را دید باید آن را به دست خویش تغییر دهد. اگر نتوانست باید به زبان خود آن را منع کند و اگر نتوانست باید
و دل خود و این ضعیفترین مرتبه ایمان است. یعنی که هر کسی که بد را میبیند باید منع کند و اگر منع نکرد با زبانش بگوید که این بد است. اگر نتوانست، از همه ضعیفترین ایمان همان ایمان است که با دل خود کس میگفت است. و тамошобинони азиз, ман ин лаҳза кодро барои шумо равон кардам ва аллакай аксарияти шумо ворид ба барнома шудед. хуш омадед мегӯям. ва ин лаҳза ман ба шумо нишон медиҳам киҳо дохили барномаи мо шуд ва киҳо дар барномаи мо иншааллоҳ ки иштирок мекунанд. як лаҳза. хуб, хуш омадед мегӯям ҳама онҳое ки ин лаҳза дар дохили барномаи мо ҳастанд. 14 нафар. ва аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳатман лайк монед ва наворо ба дигарон тақсим кунед, то ки дигарон низ ворид ба барномаи мо шаванд. хуб, якчанд нафарро мебинам ки дар чат аллакай навишта карданд ва яке аз сарпарастони нави дигар бо мо ҳастанд. ҳусайн, шуморо хушомадед мегӯям. ва фикр мекунам ки садоро хуб мешунавед, чун дирӯз садо он қадар хуб ҳам набуд дар барнома бо баъзе сабабҳои техникӣ ва иншааллоҳ ки имрӯз он каме беҳтар шояд шуда бошад. хуш омадед ҳадис саҳед, иброҳим, толиб, фаррух, муҳсин, абду, мину, назира, аҳмадҷон, умед, абдулла, сабоҳат, муҳаммад амин, ҳумайро, марьям, баҳодур ва ҳусайн, онҳое ки дар дохили барномаи мо ҳастанд. ва ҳар яки шумо метавонед иштирокчии барномаи мо шавед ва ман, тамошобинони азиз, ин лаҳза як бори дигар барои онҳое ки навакак ворид шуданд ёдрас мешавам. дар канори ман шумо мебинед, дар канори ман мебинед чӣ гуна тарзи дохил шудан ба барнома аст. каҳуд нуқтаи т навишта мекунед дар телефони мобилии худатон ва ба воситаи планшет ё ин ки ба воситаи телевизор метавонед аз ютуб моро тамошо кунед ва дар барнома иштирок кунед. дар ҷое ки геймпин навишта шудааст, рақамро навишта мекунед. рақамро мо дар боло навишта будем, фаромӯш кардам ки дубора барои шумо эълон кунам. 311 83 77 ин рақами геймпин аст. 311 83 77. ва дар ҷое ки ном ҳаст ё ин ки тахаллуси худатонро интихоб мекунед, дар ҷои геймпин рақаме ки ман ба шумо гуфтам онро навишта мекунед ва дар ҷое ки никнейм навишта шудааст онҷо ба худ тахаллус интихоб мекунед ва онро навишта мекунед ва шумо метавонед иштирокчии бозии мо шавед. бозии мо дар воқеъ бозие ки барои мову шумо иншааллоҳ ки фоида меорад. ва имрӯз ман дар сообщества дар ютуб навишта будам ки соати 20 бо вақти Москав барнома оғоз мешавад ва ҳар яки шумо метавонед иштирок кунед. ва онҷо чанд вариантҳо низ интихоб карда будем. баъзе аз вариантҳое ки кас табассум мекунад барои бо хондани он, чун мо онҷо як вариант интихоб карда будем. онҷо навишта кардем ки вақти ман қимат аст, ба ин маъно, яъне ки шояд аксарият вақт надоранд ки дар бозии мо иштирок кунанд ва вақти худашонро аз ин бозӣ низ қиматтар меҳисобанд. вале бо баъзе ҳолат ва дар баъзе маврид баъзеи мо вақти худамонро беҳуда сарф мекунем. ва имрӯз агар шумо аҳамият дода бошед, дар шабакаи Ҳикмат ТВ як тарҷумаи муфти Менг баромад. бори аввал ба забони тоҷикӣ тарҷума шудааст ва баромад ва онҷо бениҳоят возеҳ, бениҳоят равшан барои мо нақл мекунад ки чӣ гуна интернет ё ин ки чӣ гуна ана ҳамин телефонҳои мобилӣ зарар ҳам доранд, ҳам зарар ҳам фоида доранд. ва агар онро мо тарафи дурусташро интихоб кунем, истифода барем, албатта ки бурд мекунем, фоида мебарем ва албатта ки метавонем вақти худамонро зоя кунем
و با چیز دیگر صرف کنیم، به چیز دیگر، تماشای یک چیز بیهوده، البته که ما از این ضرر میبینیم، هم معنوی هم مادی و هم ضرری که ما و شما خود را مؤمن مسلمان می حسابیم و یقین داریم به روز آخرت و قیامت و ما از دست می دهیم بعضی معلوماتی که برای ما شاید در روزی رستاخیز ضرور است. از این را خواهش میکردم تماشا بینان عزیز، برای فقط لایک ماندن و برای تقسیم کردن این نوار به دیگران بخیلی نکنید. از این از شما یگان کس پول طلب نمی کند و ما از این پول کار نمی کنیم. از این را اگر احترام شما خواهش میکنم، شما به ما کمک میکنید و ما به هم دیگر کمک میکنیم انشاءالله. و این لحظه ها 24 نفر داخلی 23 نفر داخلی برنامه شدند و قسمتی اولی برنامه رو ما آغاز میکنیم و من کوشش میکنم چون اکثریت یک تلفن دارند و اکثریت از استفاده یک پلنشت داخل شدند. شما میتوانید در چت یوتیوب جواب خودتون رو نوشته کنید و من کوشش میکنم 3 جواب اول رو از چت یوتیوب نیز خوانم، یعنی که هر کسی که پیشتر شده نوشته میکنید من انشاءالله جواب شما رو میخوانم، کوشش میکنم که خوانم. و آنهایی که در داخلی برنامه هستید آنها حتما که خودشان میبینند که به پیش میبراید و هر کسی که اولین شده رنگ درست را پخش کرد البته به جاهای نمایان 5 زینه اولی نمایان میبرند. 311 83 77 گیم پین ما تماشابینان عزیز، آنهایی که نوکک پیوست شدید میتوانید داخل به برنامه ما شوید. و قسمت اول رو ما آغاز میکنیم. گیم پین رو ما نوشته کردیم و حسین من میبینم در بالا نوشته کردن، همچنین مدیراتور ما از حکمت تیوی نوشته کردند. همین گیم پین است و هرگاهی که شما خواستید شما میتوانید داخلی برنامه شوید. تشکر زیاد. و خب بیایید قسمت اول رو یک جای با شما آغاز کنیم. محمد صلی الله علیه و سلم گفتند ایمانی این و ایمانی تمام آدمان روی زمین را به میزان گذاریم ایمانش بالاست کی را در نظر داشتند؟ ابو هریره، ابن عباس، ابو بکر یا سامانی؟ محمد صلی الله علیه و سلم گفتند ایمانی این و ایمانی تمام آدمان روی زمین را به میزان گذاریم ایمانش بالاست کی را در نظر داشتند؟ جواب شما. و خب از 24 نفر 23 نفر جواب درست گفتند. ابوبکر، الله از وی راضی باد. بله ابوبکر است و در چت نیست نوشتند. نصرالدین نوزاقوف جواب درست دادند. محمد ایسایف جواب درست گفتید و ظفر جوابی درست گفتند. تبریک میکنم. چاروخ اصفهانی شما نیست جوابی درست گفتید. خیلی خوب و خیلی خوب. بیایید بعد سوالی بیایید نبینیم که به پیش گذشت. حسین در جای اول، حدیث صحیح، القاری، محسن، اهل دین، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. تبریک میکنم شما را. سوالی 2. چند مدت محمد صلی الله علیه و سلم القنوت را بعد کشتار 70 صحابگان به نجد فرستاده شده در نماز فجر می‌خواندند؟ 1 هفته، نیم سال، 1 سال و یا 1 ماه؟ چند مدت رسول الله صلی الله علیه و سلم القنوت را بعد کشتار 70 صحابگان به نجد فرستاده شده در نماز فجر می‌خواندند؟ و ما 30 ثانیه وقت داریم. 1 هفته، نیم سال، 1 سال، 1 ماه.
و 12 نفر جوابی درست گفتند بله یک ماه. یک ماه چنین نماز میخوانند. و بیایید میبینیم که جوابی درست گفت. حدیث صحیح القاری، محسن، همیرا، عبدالله، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. خیلی خوب. چت را نگاه میکنم، فقط جواب های درست را میبینیم. حصار لایف جوابی درست گفتند. پس ایسایف جوابی درست گفتید. همچنین دولت مراد سلطانوف نیز جوابی درست گفته. تبریک میکنم شما را. بیایید به سوال دیگر گذاریم. سفر مسلمانان با مقصد زیارت موضعهای مقدس چی نام دارد؟ اکسکورسیا، جاسوسی، حج، سیر و گشت. سفر مسلمانان با مقصد زیارت موضعهای مقدس چی نام دارد؟ و همگی ما 30 ثانیه وقت داشتیم و 24 نفر الکی جواب گفتند. در چت میبینم. ماشاءالله خیلی خوب. و از همگی 23 نفر جوابی درست گفتند، یعنی که همه جوابی درست گفتید. خیلی خوب خیلی خوب. و چت را من میخونم. اولین شده حصار لایف جوابی درست گفتند. حمزه برا جوابی درست گفتند. خب زندگی آخر سرایت نیست جوابی درست گفته. نصرالدین اوزاقوف جوابی درست. SSR جوابی درست. و تقریبا همه جوابی درست گفتند. تبریک میکنم شما را که به پیش بر اومد، که اولین شده پخش کرد، یعنی انا همون رنگ ها را. حدیث صحیح القاری، محسن، همیرا، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. من شما را تبریک میکنم. و ابراهیم نیز 3 زینه به بالا بر آمدند. تبریک میکنم شما را. سوال 4. 2 مراتب خالی زیاد. کی میتواند روز رستاخیز الله را ببیند؟ یعنی روز قیامت کی میتواند الله را ببیند؟ همه میتوانند، تنها مؤمنان و ما معلوم نیست تنها پیامبران. کی میتواند روز رستاخیز الله را ببیند؟ بیست و 24 نفر جواب گفتند و از 24 نفر 13 نفر به ما جوابی درست گفتند. بله، تنها مؤمنان میتوانند میسر میگردند برای دیدن الله. تنها مؤمنان. 2 نفر گفتند که همه میتوانند و 2 نفر گفتند که معلوم نیست و 8 نفر پیامبران. ولی اکثریت الحمدلله جوابی درست گفتید. 13 نفر این اکثریت است. و من چت رو نگاه میکنم این لحظه. خب در چت جواب ها آمیزش است. به این خاطر 1 نفر اینجا نوشته کردند که نب گفتند مؤمنان. خب زندگی آخر سرایت، بله جوابی درست گفتید شما نیست. و اکثریت جوابی درست گفتند. الله شما راضی باشد. خیلی خوب. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. القاری به جای اول برآمد. حدیث صحیح همیرا، عبدالرحمن، بهادر، همه این نفران فعال هستند و من فکر میکنم که شما نیز اگر کوشش کنید انشاءالله شما نیز به پیش میبراید و تنها باید که کوشش کنیم. سوال 5. بهترین و افضلترین روزها کدامند؟ 10 روزی آخری رمضان، 10 روزی اولی ذوالحجه، 10 روزی همه ماه. چنین نیست. بهترین و افضلترین روزها کدامند؟ اینک جواب های شما. 8 نفر جوابی درست گفتند و 13 نفر شاید که درست نخواندند و جوابی خطا گفتند.
بله 10 روزی اولی ذوالحجه و برای دلیل این ما انشاءالله در پیش بعضی معلومات دیگر داریم و بیایید من یک بار از نظر گذرانم چت را نیست. چت نیست همگان 10 روز آخری رمضان را انتخاب کردند و ما اهمیت دهید چی گفتیم؟ بهترین و افضلترین روزها کدامند؟ اهمیت دهید. خب در چت ما یگان جوابی درست رو من نمیبینم. خب خیلی خوب، بیایید اکنون ببینیم کی به پیش گذشت. اما در داخل برنامه کهوت 8 نفر جوابی درست گفتند. کی به پیش گذشت؟ القاری، همیرا، حدیث صحیح، بهادر، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای نمایان قرار داره. تبریک میکنم شما را. خیلی خوب خیلی خوب. سوال 6: کدام شبها بهترین و افضلترین شبهایند؟ 10 شب محرم، 10 شب آخری رمضان، همه شبها، شب سال نو. کدام شبها بهترین و افضلترین شبهایند؟ اینک جوابهای شما را قبول کردیم. خیلی خوب، دیگر 17 نفر جوابی درست گفتند. بله 10 شب آخری رمضان و هیسار لایف جوابی درست گفتید. بله نورالیویچ جوابی درست گفتید. نصر دینوزوق گفت نیست جوابی درست و آبی تولی جوابی درست. حمزه برا جوابی درست گفتند. خیلی خوب. بله 10 شب آخری رمضان بهترین و افضلترین این شب هاست، چون در یکی از این شب ها شب قدر است. و بیایید ببینیم که به پیش گذشت. القاری، همیرا، بهادر، عبدالرحمن حدیث صحیح و بهادر همگی پی هم به 6 سوال ما جوابی درست گفتید. تماشا بینان عزیز، از شما خواهش میکردم لایک مانید زیر نوار، چون با بازی آواره میشویم و شاید که فراموش کنیم که لایک مانیم، چون با لایک ماندن ما دیگران انشالله نوار رو دسترس میکنند، تماشا میکنند. من نگاه میکنم که یکم زیادتر تماشا میکنند ولی همون لایک شما کمتر است. الله به شما جزای خیر دهد و از شما و از اعمال ما و شما راضی باشد. خب تشکر زیاد. بیایید به سوال دیگر گذاریم. چرا 10 روز آخری رمضان افضل ترین شب هاست؟ شب سیر اسرا و معراج، زیرا شب برات است، زیرا در یکی از شب قدر است، زیرا به نوروز نزدیک است. اینک جواب شما و من کمی کمک هم کرده بودم قبل از آغاز یعنی همین سوال و 23 نفر جوابی درست گفتند با ما. بله زیرا در یکی از شب قدر است. بیایید ببینیم که در چت ما چه ها می نویسند. خب فاروق سنگوف جوابی درست گفتند. نصر دینوزوق گفت نورالیویچ جوابی درست گفتید. یعنی من 3 جوابای اول را در چت خوندم و 23 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند. خیلی خوب. کی به پیش بر اومد؟ القاری، همیرا پی هم به 7 سوال ما جوابی درست گفتید. تبریک میکنم. بهادر، عبدالرحمن حدیث صحیح، آنهایی که در جاهای بالاترین یعنی پیشترین پیش صف قرار دارند. تبریک میکنم شما را. سوال 8: چرا 10 روز ذوالحجه بهترین و افضل ترین است؟
چرا 10 روز ذوالحجه بهترین و افضلترین است؟ زیرا روز عاشوراست، زیرا عید رمضان است، زیرا روز عرفه و عید قربان است، زیرا روز زادروز شاه جمشید است. کدامش درست؟ جواب های شما. ما 30 ثانیه وقت داشتیم و 24 نفر جواب گفتند و 16 نفر از 24 نفر جوابی درست گفتید. بله، زیرا روز عرفه و عید الاضحی است، عید قربان است. و در چت نگاه دارم جواب های درست را. فاروق سنگوف جوابی درست گفتند. نورالیویچ جوابی درست گفتید. بله. گل محمد رسولوف نیست جوابی درست گفتند. یوسف شما نیست جوابی درست گفتید. تبریک میکنم. کمترین ها جوابی خطا گفتند. بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. چون پیشتر القری، همیرا، بهادر، عبدالرحمن، حدیث صحیح، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. تبریک میکنم شما را. سوالی نهم. محمد صلی الله علیه و سلم گفتند دو چشم روز قیامت آتش را نمی بیند. بیدار پاسبانی در راه الله و گریه کنندگان از ترس الله، دعوتگران راه الله، نگه داشتن چشمان از زنا، چشمان منافقان. دو چشم آتش را نمی بیند. بیدار پاسبانی در راه الله و وریانت های پایان. جواب های شما را قبول داریم. 22 نفر جواب گفتند در این حال. بله. 16 نفر جوابی درست گفتید. گریه کنندگان از ترس الله و چشم آنها روز قیامت آتش را نمی بیند. و خب من فکر میکنم که همگان منظوری همین حدیث را نیز فهمیدند. یعنی دو نفر، یعنی بیدار پاسبانی در راه الله، یعنی که خب دیگر مسلمانان را حفظ کردند، پاسبانانی که دیگران را حفظ کردند و شب خواب نرفتند و در امن آنها و یا حفظ کردن آنها پاسبانی میکردند، آنها و دیگر گریه کنندگان از ترس الله. و خیلی خوب در چت امام اولین ها رو من میبینم. ابوبکر عزیزی جوابی درست گفتید. فاروق سنگوف جوابی درست گفتید و اسسر نیز جوابی درست گفتند. تبریک میکنم. کی به پیش برآمد؟ القاری، همیرا، بهادر، عبدالرحمن و صباحت. علی جان نیز 3 زینه بالا برآمدند و به 3 سوال ما جوابی درست گفتند. تبریک میکنم علی جان رو نیز. و کوشش کنید، اگر کس کوشش کند و اولین شده جواب درست را، رنگ درست را پخش کنید، شما با پیش انشالله که میبراید. سوال نهایی. دروغگوی و بدکاران که خود را مؤمن میگویند چی مینامند؟ دروغگویان و بدکاران که خود را مؤمن میگویند چی مینامند؟ جاهلان، فاسقان، منافقان، کافران. یعنی دروغگوی و بدکاران که خود را مؤمن میشمارند، آنها را چی مینامند؟ جواب های شما. خیلی خوب. خیلی خوب. و 21 نفر جوابی درست گفتند. بله، منافقان. انا چت را میبینم که در چت قریب همه جوابی درست گفتند. قریب همه جوابی درست گفتند. بیاید اولین نهایش را میخوانیم. اسسر جوابی درست گفتند. ابوبکر عزیزی، یوسف جوابی درست گفتند. اولین شده. فاروق سنگوف، نصرالدین اوزاقوف، امام نظر جواب های درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و
پایان نیست، اکثریت همگان جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. خیلی خوب. کی به پیش برآمد؟ جای سیوم بهادر، تبریک میکنم شما را. جای دو اومیرام و جای اول القاری، تبریک میکنم شما را. و عبدالرحمن و صباحت نیز در جاهای نمایان قرار داشتند. شما را تبریک میکنم صمیمانه. و خالها را ببینید از جای یک، جای دو و جای سه تقریبا که به هم خیلی و خیلی نزدیکند. یعنی تقریبا چندین خالهای خورد آنها را از هم جدا میکرد. همگی هشت خال. همیرا و القاری همگی 8 خال داشتند، یعنی که بی نهایت کم. خیلی خوب، تبریک میکنم صمیمانه شما را. واقعا خیلی رقابتی خوب بود. و این لحظه تماشابینان عزیز، من انشاءالله قسمت دیگری برنامه را آماده میکنم و تا آن دم یک نواری خرد برای ما و شما پیشنهاد می شود. ما می توانیم اون نوار کوتاهک را تماشا کنیم انشاءالله، چون همگی 3 دقیقه و 52 ثانیه است. و بعد از آن انشاءالله من در چت نوشته میکنم، کوشش میکنم که در دوام رفتن همین نوار کوشش میکنم که در چت رقم گیم پین را نوشته کنم. خب این لحظه من آماده هستم، این نوار را برایتان پیشنهاد میکنم، چون واقعا به امروز ما نزدیک است، به امروز ما مانند است، به امروز اکثریتی مهاجران مانند است. چون فرزندانی ما و شما، آنهایی که در هجرت هستیم، در خطر هستند. و در واقع انا همین خطر رو در انا همین نوار روی ما و شما یادرس کردند. این تنها یادرسی است و بیایید تماشا میکنیم. و من در برابری تماشا کردن این نوار کوشش میکنم رقم گیم پین رو در چت نوشته کنم. بسم الله. به نام الله بخشاینده و مهربان. سال 2100 است. آن وقت دیگر شما در این دنیا نیستید. شما با دین خود عمل نکردید، پس به غیر از فرهنگ غربی و محبت این دنیا، شما چیز میراث به فرزندان و نبیرگان خود نماندید. در نتیجه بعد چند سال اولاد شما دیگر مسلمان نیستند. غیر از این نسل‌های گذشته از دین روی گردانیدند و از اسلام خارج شدند، زیرا شما هیچ دانش نداشتید که به آنها برسانید. اسلام در خون شما جاری شدن را قطع کرد و شما به سبب محبت خود به این جهان به تنزل، یعنی پست رفتن اسلام در زندگی خود آورده رسانیدید و محبت دنیا شما را تا قبر راهنمایی کرد. آن به شما هیچ سود نه آورد، اما به آن نتیجه آورد که هیچ نفر از خون شما، اولاد گذشته شما، کلمه شهادت را نمی داند. امیدهای بر دروغ و آرزوهای دیرینه این جهان به شما خیانت کردند و شما را جز پشیمانی چیز باقی نگذاشتند. عملهای شما تأثیری گرد و اطراف را به بار می آورند و در نهایت شما آنچه را که می کارید می دروید.
حالا منزل آخرین شما را انتظار است و شما برای خود مسئول خواهید بود و درباره ارزش هایی که شما به فرزندانتان آموختید پرسیده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او شب و روز می کوشیدند تا اسلام به ما برسد. آنها خون، عرق و اشک خود را فدا کردند تا من و شما امروز لا اله الا الله گفته توانیم، نه برای آن که شما آن را پس پشتتان پرتایید و از اهمیت خالی مانید. خطا میکنید. حالا یگانه چیزی که پیش روی شماست پشیمانی ابدی است، اما شما در این مورد نمیتوانید کار را انجام دهید. اکنون انتظار ملاقات با آفریدگار خود هستید که هرگز برای آن آمادگی ندیده بودید و اولاد شما دیگر به اسلام باور نمی کنند. آنها دیگر روز قیامت هیچ امکان ایستادگی ندارند و شما گناهگارید. شما حالا هم زنده اید. شما حالا هم وقت دارید. امروز عوض شوید تا از پشیمانی ابدی رها یابید. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به همه آنهایی که نوکک به افیر مستقیم ما پیوست شدید. شما ما را مستقیما توسط شبکه قرآن دستور عمل انسان تماشا میکنید و این برنامه ما دانش و سنجش نام دارد. این برنامه تنها برنامه‌ای که برنامه علمی است و این برنامه برای ما و شما کمک میکند که یک چیزی خوب یا چیزی نوی را آموزیم و هر روزی ما خودش آموزش است. از این را کوشش کنید نوارهای ما را به دیگران تقسیم کنید و شبکه ما حتما ابونه شوید و حتما زیر نوارها لایک مانید تا شما نیز در کار نیک یک جایه با آنهایی که اجرا کننده کار نیک هستند شریک باشد. الله از هر یک شما راضی باشد و به هر یک شما در الوهیدگی پاداش نیک عطا کند. و من میبینم که الکی چند نفر داخل به برنامه ما شدند و این لحظه من برای شما نشان میدهم آنهایی که پیوست شدند. مرحمت. و 18 نفر این لحظه ها داخل برنامه شدند. گیم پین 850 34 52 است. 850 34 52. خب اینجا من چت را میخوانم. القاری برادری عزیز نوشتند که بگذار این بار دیگر کس جای اول را گیرد. تشکر. به نهایت خاکساری کردند و این است یک زیبی مومن برادران ما است. خیلی خوب است. شما می توانید القاری انشالله اگر خواسته باشید در چت ما نوشته کنید انشالله جواب های درستتان را. و 26 نفر وارد به برنامه شدند. رقم گیم پین را من میبینم که نوشتند 850 34 52. مرحمت داخل شوید. و تا آن دمی که دیگران می آیند من چت شما را میخوانم چون بارها برای من
تاکید کردند و گفتند که چت را نیز خوانید، چون اکثریت میخواهند که سخنانشان رو ما خوانیم و من میخوانم انشاءالله. خب عبدالرحیم با نظرов گفتند добавить میکردید. ягон добавить кардан лозим нест. ҳар як кас метавонад худаш мустақилона дохил ба барномаи мо шавад. яъне хеле оддӣ ва осон аст тарзи дохил шудан. ка худ нуқтаи т навишта мекунед ва аз ду телефон истифода мекунед ва ё як телефону телевизор. агар дар телевизор шумо масалан ютуб дохил шавед ба воситаи ба тариқи телефон, ка худ нуқтаи т дохил мешавед, ҷое ки гейм пин навишта шудааст, пине ки мо гуфтем дар боло 850-34-52 навишта мекунед ва ҷое ки никнейм навишта шудааст, ба худатон тахаллус интихоб мекунед ва дохил ба барнома мешавед иншааллоҳ. хеле оддӣ аст. ва خب بهادر اشارов گفتند دیر کردم، نمیدونم سوالهای گذشته چی بود. بهادر شما انشالله ثبت برنامه رو میتوانید تماشا کنید، چون ثبت میشود انشالله برنامه و در یوتیوب میبراید اگر لازم دانید. خب آبی تالی گفتند که داخل شدن نتوانستند. من навакак фаҳмондам. иншаллоҳ агар гуфтаҳои ба мисли гуфтаҳои мо ки кардед ҳатман метавонед ки дохил шавед иншаллоҳ. ва саид расулов гуфтанд ки дер кардем ба қисмати аввал. ҳеҷ гап не. саид расулов метавонед дар барномаи навбатӣ иштирок кунед. ва саид расулов гуфтанд ки аз якто телефон низ истифода карда мешавад, аммо ман намедонам. шояд ки шунида будам, аз ин пештар низ ман шунида будам ки воқеан ин воқеият дорад, яъне ки имкони дохил шудан будааст ин гуна. ва сабр, иншааллоҳ сабр навиштанд ки аз як телефонам мешавад агар интернет хуб бошад. хеле хуб. ва чандин нафар чунин гуфтанд, яъне ин шуданӣ аст, яъне ки воқеият дорад. хеле хуб. хоб исматуллоҳ ҳоҷиматов, ташаккури зиёд. ва агар ки шумо набошед, тамошобинони азиз, онҳое ки тамошо кунанд, барномаи мо маънӣ надорад. ва шумо ки тамошо мекунед, аз ин хотир мо барномаро омода мекунем барои шумо. тоҷикистон ватани зебо савол доданд чӣ барнома аст. ин барномаи илмӣ аст. ном дорад ном кардем дониш ва санҷиш. савол ва ҷавобҳо пешниҳод мешавад, вариантҳои ҷавоб ва ҷавоби дурустро касе ки бурд кард бурд мекунад. ва дар ин барномаи мо, дар ин бозии мо, дар ин озмуни мо маблағи бурд карда нақдӣ нест, балки насия аст. ва ин насияи беҳтарин аст. яъне ба он насияҳои нақду насияҳои дунявӣ монандӣ надорад. ва аз ин хотир иншааллоҳ ки мову шумо бурд мекунем дар ин барнома агар иштирок кунем иншааллоҳ. ва хуб IM муслим навиштанд, афсус хеле мехоҳам иштирок кунам, аммо наметавонам, як телефон дорам. хуб дар боло гуфтанд ки албатта мешудааст бо як телефон, аммо ман намедонам чӣ гуна мешавад, вале гуфтанд ки имкон доштааст ва кӯшиш кунед, шояд ки дохил шуда тавонед. хуб хеле хуб. фарух сангов барои мо маънидод карданд, яъне ки запуск режим раздельного экрана гуфтанд. ин гуна метавонед дохил шавед. ташаккур, аллоҳ шумо розӣ бошад барои тавсияатон.
خیلی خوب. برای شما نیز بردباری ها تاجیکستان و وطنی زیباست آرزو میکنیم. تشکر برای سخنهای نیکتان تماشابینان عزیز. الله از هر یکی ما و شما راضی باشد و تنها نیاز به دعای هم داریم. شما ما رو دعا کنید و ما دست به دعای شما میشویم انشاءالله. و خب بعضا تماشابینان ما بخبر هستند که ما در افیر مستقیم هستیم. تماشابینان عزیز الله شما راضی باشد و گاهی می شود که تلفن های ما نیز زنگ بزند. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خب ما 34 نفر هستیم و دیگر انتظار نمی شویم. هر کسی که باز می خواهد که داخل شود، داخل برنامه شود، مرحمت کد ما باری دیگر تکرار میکنیم 850 34 52 می توانید وارد به برنامه ما شوید. عین حال 35 نفر 36 نفر اشتراک میکنند و ما قسمت دیگری برنامه را خود حاضر آغاز میکنیم. و کسانی که نوکک پیوست شده در شما احترام خواهش میکنم اگر لایک میماندید و اگر که در ایما داشته باشد و آنهایی که یوتیوب دارند و از 1000 نفر زیاد تماشابین دارید در ثواب شستوای خودتان میتوانید پدیلیت کنید، یعنی که به دیگران رسانید و این وسیله شما میتوانید برای ما کمک بی‌غرضی خودتان را رسانید. این یک فایده برای ما و شما می شود و انشالله هم ما و هم شما انشالله در کار خیر دست به دست می شویم، چون ما به شما هیچ کس، ما با شما بارها تاکید کردیم که پیش می رویم، یعنی که با هم دیگر. اگر شما لایک مانید و آبونه شوید و به دیگران نوار فرستید، دیگران نیست می توانند پیوست شوند با ما خوب و آزمایی کنند و مهمش اشتراک در داخل برنامه نیست، مهمش شنیدن و خب یک چیزی نو رو برای خودمان درک کردن و طرزی پدیلیت کردن رو در شبکه های یوتیوبی فکر میکنم که اکثریت میدونند و مشکل نیست. در ثواب شست و داخل میشوید و در داخل ثواب شست و خودتان با دیگران روان میکنید. الله شما راضی باشد. خوب است 38 نفر و بیایید ما قسمت آخران برای امروز را آغاز میکنیم و عبارت از 10 سوال و 10 جواب است. خب من آماده هستم. 37 نفر این لحظه اشتراک میکنند. خیلی خوب. پیسار لایف تشکر زیاد. الله شما راضی باشد. در ثواب شستهای خودشان تقسیم کردن و انشالله این لحظه باز زیادتر نفران داخل می شوند، زیادتر نفران می توانند ما را تماشا کنند. بسم الله. سوال اول. محمد صلی الله علیه و سلم گفتند به شما از آنهایی که در آتشند خبر ندهم؟ این هر یک دغل، بخیل و گناهگار، سختگیر، متکبر، مؤمن، کدامش درست است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند به شما از آنهایی که در آتشند خبر ندهم؟ این هر یک دغل، بخیل و وریانت ها در پایان است. و 21 نفر جوابی درست گفتند. بله، متکبر، مغرور و آن کسی که کیبر دارد آن همان است. یعنی هر یک نفری دغل، بخیل و متکبر. اینک من نگاه دارم چت را. عبدالله ابو علی جوابی درست گفتند. خیلی خوب. عمر سربازی جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و اسمت الله حاجی معطوف القاری نیز جوابی درست گفتند. خیلی خوب. و
میبینیم که به پیش برآمد. مریم، علیشیر، ابراهیم، صبر انشاءالله و ابوذر، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. خیلی خوب. سوالی 2. نام سرپوش مؤمنه که روی را پورا پنهان میکند و جز چشم. حجاب، عبایه، نقاب، ستره. نام سرپوش مؤمنه که روی را پورا پنهان میکند و جز چشم. خب 3-4 نفر 35 نفر جواب گفتند و 14 نفر جوابی درست گفتند. بله، نقاب. خب داخلی چت رو میبینم. شکرا جوابی درست گفتند. اسمت الله حاجی معطوف جوابی درست گفتید. احسن آفرین جوابی درست گفتید. نصرالدین اوزاقوف نیز جوابی درست گفتید. خیلی خوب، نقاب. بله، یعنی نام سرپوش مؤمنه که روی را پورا پنهان میکند به جز چشم، به غیر از چشم. یعنی که بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. صباحت، امیرا، عبدالله، محمد امین، سید رسولوف، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و من نامهای نو رو میبینم. ببینید. خیلی خوب. سوالی 3. الصلاة خیر من النوم در اذان صبحگاه چی معنی دارد؟ الصلاة خیر من النوم. به نماز برخیزید، به نماز شتابید، نماز بهتر از خواب چنین نیست. وقتی اذان صبحگاه میگویند الصلاة خیر من النوم میگویند و جوابی درست و وریانت ها در پایان است. کدامش را شما انتخاب میکنید؟ و 27 نفر جوابی درست گفتند. خیلی خوب. همگی کمترین 2 نفر گفتند به نماز برخیزید، یعنی 2 نفر دیگر به نماز شتابید و 2 نفر دیگر گفتند که چنین نیست، ولی چنین هست. و الصلاة خیر من النوم در اذان صبحگاه گفته می شود و این نماز بهتر از خواب است. بیایید چت را ببینیم که در چت چی می نویسند. اولین شتال قاری نوشتند جوابی درست. ایم مسلم جوابی درست گفتند. فروخ سن گفت نیست جوابی درست گفتید. عمر سربازی جوابی درست گفتید. SSR جوابی درست گفتید. احسن آفرین. و ایسار لایف ما جوابی درست گفتید. خیلی خوب. بیایید ببینیم که به پیش برآمد. صباحت، همیرا، سید رسولوف، ابوذر، عبدو، آنهایی که در جایهای نمایان هستند و دانیار 98 نیست. پی هم 6 زینه بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. سوالی 4. دعوتی پیش از بجا آوردن نماز چی نام دارد؟ دعوت یعنی دعوتی که پیش از بجا آوردن نماز چی نام دارد؟ اورد، دعوت، بشارت یا اقامت؟ پیش از آغاز نماز به نماز دعوت چی نام دارد؟ خب 32 نفر جواب گفتند. ما 30 ثانیه وقت داشتیم. چت رو نگاه میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. و 23 نفر جوابی درست گفتند. ببینید که تقریبا همه جوابی درست میگوید. ماشاءالله. و القاری جوابی درست گفتند. اولین شده. نصرالدین اوزاقوف جوابی درست گفتند. عمر سربازی نیست در چت جوابی درست گفتند. ابوبکر رمضان دعوت رو انتخاب کردند. نه، اقامت است یا طرز بعضی ها میگن قامت است. و کمترین ها جواب خطا گفتند. 1 نفر شاید از نادانی باشد، انا همون سرخ را پخش کردند. عورت گفتند. 8 نفر بشارت نیز گفتند. ببینید از بین آنهایی که مثلا ما نمیبینیم که جواب خطا گفت ولی که جوابی درست گفت، آنهایی که پیشتر شده جوابی درست گفتند آنها رو البته که ما میبینیم، اما ما نمیدانیم که جوابی خطا گفت. ولی این یک درس میشود برای ما و شما. برابری شنیدن
минбаъд баробари шунидани даъвати пеш аз ба ҷо овардани намоз чӣ мешавад, мо дарҳол мегӯем ки бале иқомат, баъд аз азон қомат мегӯянд ва ба намоз тайёр мешаванду дигар намозро мегузоранд. яъне ин як фоидаи хурдакаке барои мову шумо аст иншаалло. ва ки ба пеш баромад сабоҳат Абу Зар, Ҳумайро, Саид Расулов абуду онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. табрик мекунам. шуморо ба саволи дигар мегузарем. панҷум, вақти шунидани номи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ бояд кард? Аллоҳу акбар гуфт, алҳамдулиллаҳ гуфт, ором нишинад, салавот фиристад. кадомаш дуруст аст? вақти шунидани номи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ бояд кард, ки ман кардам аллакай? ё гуфтам, ё фиристодам. хоб ҷавобҳои дурустро ман мебинам. чат фаъол аст. хеле хуб. ва 30 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. салавот бояд фиристод. бале, салавот бояд фиристод. алқори ҷавоби дуруст гуфтанд. шукран ҷавоби дуруст гуфтанд. Насриддин Узоқов ҷавоби дуруст гуфтед. Ҳисор лайф ҷавоби дуруст гуфтед ва ҳама ҷавоби дуруст гуфтанд тақрибан. хеле хуб. бале, баъзеҳо мегӯянд ки эфири мо хуб якам ақиб мемонад. воқеан чунин аст. эфир як тақрибан 7 ё 8 сония ақибтар аст. аз ин хотир мо 30 сонияро интихоб кардаем. яъне ки як муддат пайдо мешавад ки яъне вақт ҳаст ки то шумо дуруст пахш кунед ҷавоби дурустро. чун пештар мо ана ҳамон сонияро камтар интихоб карда будем, хеле мушкил буд. он 30 сония ки мо интихоб кардем, шояд аз он шумо 7 сонияашро тарк мекунем, минус мекунем ва баъд истифода мешавад аз ҷониби шумо. вале ин кифоя аст, ман фикр мекунам, чун аслан баъзеҳо дар муддати 10 сония мегузаронанд, ҳамагӣ 3 сония интихоб мекунанд, вале мо тақрибан аз 20 сония болотар барои шумо вақт додем ва ин ман фикр мекунам басанда аст. хуб, ки ба пеш баромад? Саид Расулов, Сабоҳат, Абу Зар, Ҳумайро абду онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастанд ва 3 нафари болои мо, Саид Расулов, Сабоҳат ва Абу Зар, пайи ҳам ба 3 савол, пайи ҳам 4 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтанд. хеле хуб. хеле хуб. хоб ё беҳушӣ таҳоратро мешиканад? Не, албатта, бале мешиканад. беҳушӣ намешиканад ва варианти дигар, беҳушӣ намешиканад, хоб мешиканад. кадомаш дуруст аст? ҷавобҳои шумо. хеле хуб. ва 23 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале мешиканад. хоб ва ё беҳуш шудан таҳоратро мешиканад. ва дар ҳадисе омадааст вақти расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам бемор шуда буданду ва беҳуш шуда буданд, баъд аз ба ҳуш омадан ғусл карда буданд. ин далелаш аст ки беҳушӣ низ мешиканад ва хоб низ мешиканад ва далели инашро мову шумо албатта ки ҳамагон медонем. ва дар ин барнома, дар барномаи саволу ҷавоб ман кӯшиш мекунам луқмаҳоро барои шумо нишон диҳам, чун як луқма аст, яъне ки мо гуфтем, шумо шунидед ва баъд аз ин ҷустуҷӯ кардед. ва чун мо низ одамӣ ҳастем ва гоҳе мешавад ки ба хато роҳ медиҳем. ва аз он хотир ки шумо ба савол ҷавоби саҳеҳ ёфтатонед, имрӯз замони техникаи муосир аст. албатта ки шумо метавонед ҳадисҳои саҳеҳро ва бояд мову шумо фарқ кардани ҳадисҳо ба фарқ кардани ҳадисҳоро, яъне чанд намуд ҳадисҳо ҳаст ва аксарият аз нодонӣ ҳадиси заифро дар ҳар ҷо нақл мекунанд ки чун бо ин ҳам худашон гунаҳгор мешаванд ва ҳам алал хусус онҳое ки
در دعوت اسلام کوشش ها میکنند و اگر آنها تماشابین زیاد داشته باشند و یک حدیثی ضعیف را برای دیگران رسانند دیگر پهن می شود. از این خاطر ما و شما باید که بسیار زیرک باشیم، جستجو کنیم. این برای ما و شما لازم است. یعنی طالب علم برای همان طالب علم لازم است و باید که هر یکی ما طالب علم باشیم و کوشیم همیشگی کوشیم که جواب درستی خودمان رو پیدا کنیم. چون عالمان گذشته ما امامان و اون اشخاصی که ما و شما امروز نامشان را میشناسیم میدانیم و از کتاب‌هایشان استفاده میکنیم، آنها به خاطر یافتن یک حدیث شده از کجا تا به کجا رفتند. مثلا امام بخاری را بینید، از کجا به کجا به خاطر دلیل پیدا کردن به صحیحیت این یا آن حدیث سفر کردند. از این خاطر ما و شما نیز باید که کوشش کنیم، کوشش هایمان رو زیادتر کنیم تا که در جستجو باشیم. و پیش کی گذشته ابوذر، عبدو، صباحت، سعید رسولوف، همیرا، آنهایی که در جایهای اول هستند شما را تبریک میکنم. سوال هفتم: کدام از اینها مفسر قرآن و پسر عمک محمد صلی الله علیه و سلم بود؟ ابوبکر، عمر فاروق، ابن عباس، عثمان ذوالنورین. کدام از اینها مفسر قرآن و پسر عمک محمد صلی الله علیه و سلم بود؟ از آنهایی که در وریانت ها است. و بله 19 نفر جواب درست گفتند. اولین شده در چت ما جواب درست را حصار لایف گفتند و القاری نیست جواب درست گفتید. اسمت الله حاجی معطوف نیست جواب درست گفتید. تبریک میکنم شما را. 19 نفر جواب درست گفتند. بله ابن عباس مفسر قرآن و پسر عمک محمد صلی الله علیه و سلم بود. علی کمالوف خوش آمدید و جواب درست گفتید. ابوذر، صباحت، همیرا، سعید رسولوف، ابراهیم، آنهایی که در جایهای اولین قرار دارد. کدام از اینها خلیفه چهارم مؤمنان بود؟ ابوبکر، علی ابن ابو طالب، عثمان ابن عفان و عمر خطاب. کدام از اینها خلیفه چهارم مؤمنان بود؟ اولین جواب‌های درستی چت را میخوانم. ناظم زاده شراف‌الدین جوابی درست گفتید. ابوبکر عزیزی جوابی درست گفتید. فرخ سنگوف جوابی درست گفتید. و 17 نفر در داخل برنامه ما نیست جوابی درست گفتند. علی ابن ابو طالب. تبریک میکنم شما را. خیلی خوب، خیلی خوب. و این لحظه ها من میبینم که تماشابین ما خیلی زیاد شدند، اما لایک ها رو نمیدونم و اگر شما نوکک پیوست شده باشد حتما لایک مونه تا دیگران نیز تماشا کرده توانند. الله شما راضی باشد. و اگر توانید در شبکه های اجتماعی خودتان نیز به دیگران روان کنید، یعنی پدیدیت کنید به قبله. الله شما راضی باشد و از پاداش خیر برایتان عطا کند و بیایید ببینیم که به پیش گذشت. ابوذر، صباحت، همیرا، سعید رسولوف، علی شیر، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند و ابوذر و 8 سوال جوابی درست گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب. خب سعید رسولوف اونجا نوشته کردند که به جای علی عثمان را زیر کردیم. ولی می شود، گاهی می شود که از شتاب ما و شما ندونسته، چون وقتمون این وقت دارد، به قول مردم اروپا استرس می شویم، یعنی که شتاب میکنیم، سراسیمه می شویم. وقتی سراسیمه می شویم نادونسته رنگ دیگر رو زیر کرده میمونیم و این باکی نیست، چون اصلا میدونیم بعضی سوال ها خیلی و خیلی عادی و آسان است. از این یگان مشکلی نیست انشالله. و خب میگذاریم به سوال 9. در دوره خلافت کدام از اینها به قاضی چند سال نیاز نبود؟ در دوره کدام از این خلیفان به قاضی چند سال نیاز نبود؟
در خلافت عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان ابن عفان یا اینکه پرزیدنتان امروزه، یعنی چند سال نیاز به قاضی یعنی سودیه نبود. دیروز ما در برنامه‌مون انا همین چیز را گفته گذاشته بودیم. هر کسی که دیروز ما را تماشا کرد جوابی درست میگوید. کمترین، ولی کمترین 5 نفر جوابی درست گفتند. در خلافت کدام از اینها به قاضی یعنی سودیه امروزه که ما در همه تمام دولت‌های دنیا داریم نیاز نبود. ولی در دوره ابوبکر صدیق، چون دیروز ختم کرده یکی از دانشکده های مصری عرب در برنامه ما در سوال و جواب اشتراک کرده بودند و در آن همین موضوع کو تا برای ما نقل کردند که ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه را وظیفه قاضیگی تعیین کرد و چند مدت که میگذرد عمر فاروق میآید و میگوید که من دیگر این وظیفه را اجرا کردن نمیخواهم، چون هیچ کس نمی آید با شکایت. یعنی چنان دوره بود که شکایت نبود، چون شاهانی یعنی به عباره شاهانی اون زمان همه با عدل بودند. عدالت بود. وقتی که عدالت باشد دیگر حاجت به ویران کردن قانون و قاعده ها نیز نمی شود و قانون و قاعده ها نیز خیلی عادی و آسان بود، چون همه میتوانستند رعایت کنند. هر یکی ما باید که اصلاح شویم تا که جامعه اصلاح شود. یعنی این وظیفه هر یکی ما و شما، یعنی دروغ نگفتن، دزدی نکردن، این چیزهای عادی است که ما باید رعایت کنیم. و وقتی که انسان خود گفت قبلا نیز در برنامه‌های گذشته بودیم که نماز خواندن از چقدر کارهای فحشا ما و شما را پرهیز میکند، نگاه می‌دارد و خود انسان به خودش اصلا همون وجدان اجازت نمیدهد که به یگان کاری زشت دست زند یا اینکه ایمان انسان بیدار می شود. این همش از اجرا کردن ارکان اسلام و ارکان ایمان است و در موضوع ارکان اسلام و ارکان ایمان ما انشاءالله در شبکه های دیگرمان و همچنین در این شبکه همان برنامه های علاهیده خواهیم کرد. و 17 نفر جوابی خطا گفتند و همگی 5 نفر کمترین جوابی درست گفتند. بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. سعید رسولوف صبر انشاءالله به جای اول گذاشتند. ابوذر، محسن، صباحت آنهایی که در جایهای اول قرار دارند. خیلی خوب. سوال آخر. هر کسی چشنده طعم مرگ است و به سوی ما بازگردانیده شود کدام سوره است؟ واقعا سوالی مشکل تر است. آل عمران، عنکبوت، بقره یا اینکه فاتحه در کدام سوره آمده است؟ اینک جواب های شما. خب چند جوابی درست رو میبینم و کمترین همگی 6 نفر جوابی درست گفتند. بله، سوره عنکبوت، سوره عنکبوت آیتی 57. من این را جستجو دارم و خب من یادرس شدنی هستم که روزهای نزدیک انشاءالله سوره عنکبوت، ترجمه معنای سوره عنکبوت در شبکه قرآن دستور عمل انسان انشاءالله پیشکشی شما می شود. و در روش تفسیر میسر چنین آمده است: هر کسی چشنده طعم مرگ است و برای حساب و جزا به سوی ما برگردانیده می شود. یعنی هر یکی ما مرگ رو می چشیم و از اینجای گریز نیست. و کی و چگونه و در کدام حالت از همه مهم نه همین است. کمترین ها جوابی درست گفتند و من میدانم که واقعا این سوال آسان نیست و همین مانند آید در دیگر سوره ها نیز هست
ولی اون معنایی که ما اینجا نوشته کردیم در سوره عنکبوت آیه 57 آمده است. و دیما ابو بکر و دیلی ابو بکر و ابو بخشید جواب درست گفتند. در چت من نگاه میکنم. فروخ سن گفت جواب درست گفتند. و انس جواروف نیست جوابی درست گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب. و واقعا انا همین آیت ها ما و شما رو یک تکان میدهد. ما و شما یک بار دیگر آن یادرسی رو میشنویم و از این پس شاید که تغییر دهیم زندگیمان را. ما باید خودمان زندگیمان را طرز درستش را انتخاب کنیم. و خودتان میدانید، اکثریت میدانید که هر کسی که به سوی الله یک قدم ماند، الله سبحانه و تعالی به سویش میدود. از این خاطر ما و شما باید که خودمان کوشش هایمان را زیاد کنیم. و من بیهوده انا همین سوال آخران را انتخاب نکردم در آخر. باری دیگر یادرس میشیم هر کسی چشنده مزه مرگ است و به سوی ما باز گردانیده شود. این در سوره عنکبوت آیه 57 آمده است. و بیایید اکنون به جای بهترینی برنامه رسیدیم و ببینیم که به جاهای پیش گذشته. حسین گفتند که من به جای نمایان برآمدم. میبینیم انشاءالله. کنی بسم الله. جای سیوم سعید رسولوف، تبریک میکنم شما را. حسین جای دوم، واقعا خیلی خوب. و جای اول جای نمایان ابوذر، من شما را تبریک میکنم صمیمانه. ماشاءالله. صبر انشاءالله و عبدالله نیز در جاهای نمایان قرار داشتند. خیلی خوب. 5 جای نمایان را ما و شما دیدیم. و تبریک میکنم باری دیگر سعید رسولوف که جای سیوم را اشغال کردند، حسین که جای 2 و ابوذر نیز. و خیلی تشکر زیاد میگم به آنهایی که در چت ما نیز فعال بودید. خیلی خوب، خیلی خوب. و این برنامه ما تماشابینان عزیز یک برنامه بود که ما و شما یک کم دانش خودمان را یک کم باز سنجش کردیم. و انشاءالله من باز هفته دیگر کوشش میکنم که برنامه را آماده کنیم و پیشکش شما نماییم. و از هر یکی شما در الهیدگی اظهار سپاس میکنم و الله را دعا میکنیم که برای هر یکی ما خداش نیک عطا کند و هر یکی ما را از خطا و خطاگی ها، از ندانسته خطا کردن ها امین نگه دارد. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، برادران عزیز و ارجمند، هر یکی شما را دعای نیک میکنه و شما نیز دست به دعای هم باشید. تا واخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشید. همدیگرتان را احتیاط کنید و تنها و همدیگرمون دعای نیک فرستیم، دعای نیک کنیم. تا واخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. لا اقسم بیوم القیامه. قسم میخورم به روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه. و قسم میخورم به نفسی ملامتگر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آره، ما قادر هستیم که سرنگشتهایش را برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه آدمی میخواهد که در آینده نیز به کارهای ناشایسته پردازد. یسأل ایان یوم القیامه. میپرسد روز قیامت چی وقت خواهد بود؟ فاذا برق البصر. روزی که چشمها خیره شود و خسف القمر. و ماه تیره شود و جمع الشمس والقمر. و آفتاب و ماه در یک جای جمع آیند. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان در آن روز میگوید راه گریز کجاست؟ کلا لا وزر. هرگز پناهگاه نیست. الى ربک یومئذ المستقر. قرارگاه همه در این روز نزد پروردگار توست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. در این روز آدمی را از هر چی پیشا پیش فرستاده و بعد از خود گذاشته است خبر میدهند. بل الانسان علی نفسه بصیره. بلکه آدمی خود را نیک میشناسد ولو القا معاذیره. هرچند به زبان عذرها آورد. لا تحرك به لسانك لتعجل به. به شتاب زبان به خواندن قرآن نجنبان. إن علينا جمعه وقرآنه. که جمع آوردن و خواندنش بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. چون خواندیمش تو آن خواندن را پیروی کن. ثم إن علينا بيانه. سپس بیانی آن بر عهده ماست. كلا بل تحبون العاجله. آره، شما این جهانی زودگذر را دوست می‌دارید و تذرون الآخره. و آخرت را ترک می‌کنید. وجوه یومئذ ناظره. در آن روز روی‌هایی هست زیبا و درخشان إلى ربها ناظره. که به سوی پروردگارشان نظر می‌کنند. و وجوه یومئذ باسره. و روی‌هایی هست گرفته و ترش تظن ان یفعل بها فاقره. کی می‌داند آن عذابی کمر شکن بر او فرود آید. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. آره، چون جان به گلو رسد و گفته شود که چی کسی است که افسون بخواند و ظن انه الفراق. و یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده. والتفت الساق بالساق.
و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. إلى ربك يومئذ المساق آن روزی راندنش به سوی پروردگاری توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نه تصدیق کرده است و نه نماز گزاریده است، اما دروغ برآورده و روی گردانیده است. ثم ذهب إلى أهله يتمطى آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان میپندارد که او را به حال خود وا نگذاشته اند؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه از منی که در رحم ریخته شده نبوده است؟ ثم كان علقة فخلق فسوى سپس لخته خون آنگاه به اندام درستش بیافرید. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى و آنها را دو صنف کرد، نر و ماده. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا الله قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟